سلام خدمت تمام مسافران و دوستان ایرانی. امروز در این ویدیوی کوتاه یک سری راهنمایی می‌خوایم خدمتتون ارائه بدیم برای اون دسته از مسافرانی که قصد انجام آزمایشات پزشکی مربوط به سفارت رو دارند. از ماه اکتبر یک نوع آزمایش مربوط به بیماری سل به لیست آزمایشات اضافه شده و تمامی افراد در تمامی سنین موظف هستند که این آزمایش رو انجام بدن. آزمایش برای سنین 2 تا 14 سال فقط شامل آزمایش خون، برای 14 تا 45 سال شامل آزمایش خون و عکس قفسه سینه و برای بالای 45 سال فقط شامل عکس قفسه سینه هست. در رابطه با انجام آزمایشات پزشکی یک نکته رو باید در نظر بگیرید و اون هم این هست که با توجه به اینکه ممکنه که نتیجه آزمایش کمی طول بکشه تا آماده بشه، باید فاصله زمانی 2 الی 3 روز کاری رو بین زمان انجام آزمایشات پزشکی و روز مصاحبه در نظر بگیرید تا در این فاصله زمانی پلیکلینیک بتونه نتایج آزمایش شما رو آماده کنه، نتایج رو به صورت آنلاین به سفارت ارسال کنه و در روز مصاحبه آزمایشات شما نتایجش به دست سفارت رسیده باشه. نکته دیگه در رابطه با مبالغ پرداختی برای آزمایشات و معاینه پزشک هست. 2 تا مبلغ هست که باید پرداخت بشه. یکی مبلغ ویزیت پزشک و یکی مبلغ آزمایشاته. مبلغ ویزیت پزشک برای سنین مختلف یکسان هست و برای هر فرد 50,000 درام مبلغ ویزیت پزشک هستش و مبلغ آزمایشات که برای سنین مختلف متفاوته. برای سنین 2 الی 14 سال هزینه آزمایشات 35,000 تا 40,000 درامه که در زمان ضبط این ویدیو حدوداً 90 الی 100 دلار میشه. برای سن 14 الی 24 سال مبلغ قابل پرداخت برای آزمایشات 60,000 درامه که در زمان ضبط این ویدیو حدود 155 تا 160 دلار میشه. برای سنین 24 تا 45 سال هزینه 50,000 درام هست که در زمان ضبط این ویدیو حدود 125 تا 130 دلار میشه و برای سنین 45 سال به بالا 48,000 درام هست که در زمان ضبط این ویدیو 120 تا 125 دلار میشه. توجه کنید که ویزیت پزشک که همون 50,000 درامی هست که قبلش خدمتتون عرض کردم باید به مبلغ آزمایشات اضافه بشه. نکته بعدی که باید خدمتتون عرض کنم این هست که پرداخت باید حتما با واحد پول ارمنستان یعنی درام انجام بگیره. بنابراین قبل از روز مدیکال حتما پولتون رو چنج کنید و درام همراهتون داشته باشید. برای آگاهی از مدارک مورد نیاز میتونید با ما در تماس باشید. تمام خدمات مربوط به مدیکال توسط ما با سرپرستی آقای کامو با بهترین کیفیت و مبلغ انجام میشه و بسیار خوشحال میشیم که از خدمات ما بهره مند بشید. هر سوالی داشتید میتونید در واتساپ یا تلگرام سوالتون رو از ما بپرسید و ما در سریع ترین زمان ممکن به سوال شما جواب میدیم.